درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشین. آموزش قطعه والس تاجیک از استاد شاعری رو براتون میذارم. کوک سازمون هست دو سل دو دو. سیم اول رو یک پرده پایین تر از دیاپازون کوک کردم، به نظرم دلنشین تر میشه. پرده‌ای که استفاده میکنیم ر، می بمول، فا، سل، لا بمول، سی بمول. برای شروع اجرای این قطعه نیاز به یک چرخه آکورد داریم که خدمتتون توضیح میدم. انگشت اول روی سل، انگشت دوم روی سیم دوم، می بمول با هم اجرا میکنیم. سه تا میزان. انگشت اول میاد پایین روی لا، انگشت دوم سیم دوم فا. میریم بالای دسته ساز، انگشت اول ر، انگشت دوم سی به کار. دوتا میزان. برمیگردیم سر جای اول خودمون. سل سل سل، می فا می فا. از فا به سل یک ریساندو داریم. می فا می فا، بلا فاصله انگشت اول میاد جای انگشت دوم. سل سل، با یک ریز با انگشت سوم روی سی بمول اشاره میکنیم. سل سل لا سل. عزیزانی که حرفه‌ای تر هستن میتونن اینجا تکنیک کنده رو به کار ببرن، یعنی به این شکل. تکرار. انگشت اول روی سی بمول، سی ر دو سی. برمیگردیم عقب روی لا، لا دو لا سی لا. یک بار دیگه اجراش میکنم. سی ر دو سی، لا دو ریز لا سی لا. میتونیم اینجا تریل بزنیم. سی به کار، انگشت دوم روی دو، دو 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 سی دو سی. شد راست چپ راست، حتما باید راست چپ راست نواخته بشه. دو 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 سی دو سی، فا لا لا سل. تکرار میشه. دوباره چرخه آکورد رو داریم. باز هستش. سی روی سیم دوم با انگشت دوم، دو 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 سی دو ره سل بم. دقت کنید سل دست باز بم شد. دو 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 سی دو ره، ره 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 دو ره می لا سل. لا بمول با انگشت اول روی سیم دوم شد. دو 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 سی دو ره، ره 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 دو ره می لا سل. می 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 ره می می. یک ریسان دو تا فا، فا 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 می لا سل. انگشت اول فا دیز، انگشت دوم سل، انگشت سوم لا بمول اجرا میکنیم. سل لا سل فا سل لا سل لا سل فا سل لا. دقت کنید اینجا سل نقطه دار هستش. سعی کنیم کمی قردار این رو اجراش بکنیم. سل لا سل فا سل لا سل لا سل فا سل لا. بار سوم سل لا سل. برمیگردم انگشت دوم روی فا، انگشت اول روی می به کار. فا می فا. باز هم اینجا عزیزانی که حرفه‌ای تر هستن میتونن روی فا بکنن، یعنی به این شکل. فا می فا. تکرار میکنم. به همین شکل روی فا، فا سل فا می فا سل فا سل فا می فا سل فا سل فا. می بمول میشه می ره می، می فا می ره ره دو ره سل بم، ره می ره دو دو سی دو سل بم. تکرار. می فا می ره ره دو ره، ره می ره دو دو سی دو سل می بم شد. دو سل می بمول روی بم، سل می می می. از سل با انگشت سوم یه پرش داریم روی می بمول پایین دسته ساز. سل می می می، دو ره رو ریز اجرا میکنیم، با یک ریز وصلش میکنیم به می بمول. پس شد
سل می می می، دو ره وصل میشه به می بمول، ره دو ره باز میتونیم بکنیم. سل ره ره ره، این بار پرش با انگشت دوم انجام میشه. سل ره ره ره، دو می ره دو. تکرار. دوباره تکرار میشه. سی ره دو سی، لا دو لا سی لا. سی به کار. دو 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 سی دو سی،